سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پونم و تو این چنل بهتون نقاشی یاد میدم، نقاشی رنگ و روغن یا مداد رنگی و خب 0 تا 100 رو همش یادتون میدم. میخوام اول با رنگ و روغن شروع کنم که تو ویدیوهای قبلی من نکاتی که مهم بود داخل مداد رنگی گفتم، همش رو تقریبا فکر کنم همه اجزای چهره رو گفتم، ولی باز میذارم از اشیا کشیدن خوراکی و غیره و اینا. ولی دوست داشتم که رنگ و روغن رو از 0 شروع کنم و بهتون یاد بدم و اینو تمرینای خیلی سال پیش منه، اولین بار که شروع کردم. به نظر کثیف میاد، به نظر که نه، ولی واقعا کثیفه، ولی خب میخوام از این تمرین شروع کنم چون که رنگ سازی قرار بهتون یاد بدم و رنگ شناسی و ساخت رنگ و دیگه چجوری طرحتون رو رنگ کنید و از اینجور چیزا. و اینم بگم که رنگ و روغن واقعا خیلی آسونه، ولی اگه مشکل تنفسی یا از اینجور بیماری ها دارین پیشنهاد نمی کنم، یا میتونین با دکترتون مشورت کنید، چون که من ندیدم اونایی که بیماری های تنفسی دارن براشون خوب باشه، چون که رنگ و روغن بو میده یعنی بوی تینر و رنگ و اینا. اول از این تمرین شروع میکنیم، تمرین رنگسازی. این مال خیلی سال پیشه، ولی خب من الان بهتون تمیزترش یاد میدم. این فقط یه نمونه کاره. اولین کار من این شکلی بود، پس فقط سعی کنید تمیز در بیاد و رنگ شناسی خوب یادتون بمونه. رنگ شناسی که یادتون بمونه خیلی کارتون جلو میره. خب اول وسیله‌ای که نیاز داریم رو بهتون میگم. مقوا نیاز داریم، مقوای رنگ و روغن که براتون می‌نویسم از چه مقوایی استفاده می‌کنم. الان حقیقتا یادم نیست، ولی چون که خیلی وقتی که من با مقوا کار نمی‌کنم این به نظر یه ذره کثیف میاد. به نظر که واقعا کثیف میاد، ولی خب اشکال نداره، با پاکن تمیزش می‌کنم، چون معمولا من سفارشامو رو بوم میگیرم. رنگ داریم اینجا که بهتون میگم چه رنگی نیاز داریم. رنگ شماره 5 نیاز داریم، نمیدونم معلومه یا نه داخل دوربین. رنگ شماره 5 نیاز داریم. شماره 2 43 21 شماره 10 شماره 20 4 شماره 8 یا 7 44 که مشکی نیاز داریم و رنگ سفید. میدم سفیدتون حتما باید بزرگ باشه، چون که سفید از اون رنگاست که ما خیلی استفاده میکنیم و باید سایز بزرگ بگیریم. من این سفیدم تازه خریدم و شاید باورتون نشه ولی هنوز نشدم. من گفتم این قبیه رو شماره 40 اگه کنم سفید رو ببینید. وقتی میگم بزرگ نیاز داریم، در این حد بزرگ ما نیاز داریم. و خب سفیدم بزرگ میخوایم و مشکی و پالت میخوایم. من پالت یه بار مصرف استفاده میکنم. اینا رنگایی هم که من الان داشتم استفاده میکردم برای یه سفارش داشتم و خب اینا رنگاش بودن و داشتم میکشیدمش. نگاه کنیم چقدر سفید. و خب اینا نیاز داریم. قلمو نیاز داریم. قلمو هم باید سر تخت باشن. شماره 12 یه دونه ریز انقدی میخوایم و کاردک میخوایم. ببینید به من نگین آره تو تمیز نیستی و اینا خیلی سالن در به در دارن برای من کار میکنن. نمیدونم چند ساله، ولی خیلی ساله. روغن برزک نیاز داریم. رنگتون یعنی رنگی که داریم میزنین خوش شده و خب حیفه که بریزونش بره، ولی میتونین از روغن برزک استفاده کنین و خیلی جاهای دیگه، حالا خیلی روش‌های دیگه هم هست که این به کارتون میاد. حتما روغن برزک داشته باشین و تینر هم خیلی مهمه. تینر هم حتما داشته باشین، ولی تینر بیبو. مهم نیست که مشکل تنفسی دارین یا ندارین، تینر بیبو همیشه داشته باشین، چون بوش وحشتناک. خب اول باهاتون این تمرین رو کار میکنم که اینجا ما 3 تا رنگ اصلی میبینیم. کلا ما یه چرخه‌ای داریم که چرخه داخل رنگ ها که براتون میذارم و 3 تا رنگ اصلی داریم، زرد، آبی و قرمز، که نمیدونم اگر بچهای هنرستان هستین که این تمرین رنگ شناسی رو قطعا داشتین، ولی اگر رشته‌تون هیچی مرتبط با هنر و نقاشی و اینا نیست اشکال نداره. من عکس این چرخه رو براتون میذارم و ببینینش. آبی و قرمز و سبز. بقیه رنگ‌ها همشون از ترکیبای این 3 تا رنگ به دست میان و خب سفید و مشکی هم به کنار. حالا این 3 تا رنگه و میخوام بهتون نشون بدم که ترکیباش چجوری میشه. خب من اینجوری دسته‌بندی کردم همه رو، ولی از اونجایی که چسبم کوچیک نبود نمیتونستم بین این خطوط رو بزنم، برای همین با مداد چیزشون کردم، جداشون کردم. گفتیم کلا 3 تا رنگ داریم: آبی، زرد و
قرمز. این سه تا رنگ اصلی ماست که بهش خیلی نیاز داریم و این سه تا رو داشته باشین بیشتر کارتون حله. ولی این رنگایی هم که بهتون گفتم بگیرین که خیلی حال میشه. خب حالا مثلا پالتم چون که رنگاش هنوز خیزه و خوب نمیخوام اینا رو جدا کنم حیفه. پالت یه بار مصرف خوبیش همینه که میتونین هی جداش کنین. یه سری هستن پالت شیشه استفاده میکنن که من از هر دو تاش استفاده میکنم، هم شیشه دارم هم یه بار مصرف. برای ساخت رنگ از یه بار مصرف استفاده میکنم و تهش رنگامو میذارم روی پالت شیشه ای. ولی حالا شما هر جور دوست دارین. ولی پالت شیشه ای بعدش اینه که هی شما مدام باید تمیزش کنید و اگه خوش بشه رنگ روغن تمیز کردنش واقعا مکافاتی برای خودش. و قراره من چند تا رنگ بسازم فقط با همین سه تا دونه، هیچ رنگ دیگه اضافه نمی‌کنم. فقط با همین سه تا میخوام رنگ‌های جدید بهتون نشون بدم که چه رنگ‌هایی میتونیم درست کنیم و ترکیباش چیه. این ترکیبا رو باید حفظ باشین. این تمرین رو میتونین انجام بدین و خیلی تمیز انجامش بدین و بذارین یه جای جلوتون باشه که وقتی خواستین رنگ بسازین اینا هی نگاش بکنید. خب اول از رنگ قرمز شروع میکنم. رنگ قرمز رو برمیدارم و میزنم اینجا. از همه جهت میکشم. اول یه بار به این سمت. اگه کاغذ چسب کاغذی داشتم کارم راحت تر بود برای این قسمت، ولی خب حالا ندارم مجبورم یه ذره بیشتر مواظب باشم. یه دستمال یه کهنه همیشه کنارتون باشه، معمولا کهنه باشه خیلی بهتره تا دستمال. و هی قلمتون رو تمیز بکنید. خب حالا میخوام ترکیب رنگ زرد و قرمز رو چیز کنم. زرد و قرمز رو برمیدارم اینو و زرد رو بهش اضافه میکنم. که میشه هر چقدر قرمزم بیشتر باشه نارنجیم تیره تر و هر چقدر زردم بیشتر باشه نارنجیم روشن تر میشه. هم یادتون بمونه هر چقدر تمرین بکنین دیگه براتون عادت میشه. هر چیزی که زمان زیادی رو صرفش بکنین و هی تمرینش بکنید بعد توش خوب میشید. حقیقتا اول که قلم میگیرین دستتون یه حس خیلی عجیبیه. نمیدونم شاید برای شما اینجوری نباشه ولی برای من همینجوری بود. چون که من اولین تکنیکی کار میکردم سیاه قلم بود و بعدش مداد رنگی و با اینکه مداد و اینا همش دستم گرفتم اینکه قلمو بزنم و رنگ بزنم یه چیز خیلی عجیبی بود برام. و مطمئنا اونایی که مداد رنگی کار کردن بعد الان بیان رنگ روغن کار کنن خیلی براشون آسونه، چون که مداد رنگی خیلی سخت‌تر از تکنیک های دیگه که کار کردن. و اینو بچرخونم نمیتونم. با نهایت تلاش سعی میکنیم از مرز رد نشه و رنگ ترکیب نشن. خب رنگ سومی که میخوام بسازم قرمزه با آبی که میشه بنفش، که بنفش حالت بادمجونی رو در میاد. قرمز چیزا بیشتر میکنم.
ترکیبش میکنیم و اصلا حتی نمیزه میگه قطرا نداره بره. قلمتون رو مدام هی تمیز کنید. ببینید یه حالت قهوه قرمز یا بنفش در میاد. اگه لایه اولتون که میزنید اینجوریه و انگار میتونید لایه زیری مقوایی رو ببینید، اصلا نگران نباشین. بستگی به میزان کاور رنگ شما داره، ولی خب رنگایی که من استفاده میکنم وسته هستن و وسته واقعا خوبه، مارک خیلی خوبیه، ولی باید بذارین خوش بشه و دوباره یه لایه دیگه کار بکنید. حالا برای این تمرین زیاد نیاز نیست، فقط چون میخوام که رنگسازی و ترکیب رنگا رو به خاطر بسپرید. خیلی دقت کنید، از همه جهت میکشم. حالا میریم سراغ زرد. زرد برمیدارم و دقیقا مثل همون مرحله قبلی همونجوری میزنم. این دفعه دوباره نارنجی درست میکنم، ولی میزان زردم خیلی بیشتر میکنم، خیلی خیلی بیشتر. این کار یه ذره بیشتر روشنه تا این خیلی حالت قرمزی و آتشیش بیشتره. حالا زرد رو با قرمز ترکیب کردیم، حالا میگیم زرد رو ترکیبش میکنیم با اگه گفتیم زرد یه عالم برم دارم و یه قطره بهش آبی میزنم که میشه سبز. هر چقدر زرد بیشتر سبزتون روشن‌تر و هر چقدر آبیش بیشتر بشه سبزتون تیره تر. این مدام قلمتون رو تمیز کنید. حالا میریم سراغ آبی. رنگ آبیم چون که روغن خیلی داره یه حالت اینجوری خیلی آبکی تاره. هر چقدر روغنش بیشتر باشه حالت آبکی بیشتری داره، ولی هر چقدر کمتر باشه داخل رنگتون چیزش کمتره. خب قرمز و آبی. حالا این دفعه آبی رو میخوام خیلی زیاد بزنم تا فرقش رو ببینید.
ببین خیلی تیره شد دیگه، بادمجونی شد این کار. آبی و زرد رو دوباره میزنم، ولی این دفعه با زرد خیلی کم. اوه چقدر صافی. که عاشقشم واقعا. حواستون باشه که قشنگ فیکس کنید. من یادم اشکال نداره توی کارتون اشتباه بکنید. وقتی کارتون رو خراب میکنید یه خواهش کردتون دارم که سریع اعصابتون خورد نشه. میتونین درستش کنید یا بگین اصلا اشکالی نداره، تک بودن کار شما به اشتباهاتی که میکنید و اینه که اینا فقط یه دونه ازش میسازه توی دنیا. نمیدونم حرفا متوجه میشین یا نه، ولی خب تو خدا مثل خیلی ها که مثلا خراب میکنن کارشونو نزنین به سیم آخر بگین نه ما به درد این کار نمیخوریم و فلان و چنانه. میرن کار بکنیم که یه چیز جدید خلق بکنیم، چیزی که فقط مختص شما بشه. پس از همین اول کار میگم عصبانیت و نمیدونم این چیزا که وای که عصبانیت رو بذارین کنار. آی خدایا چقدر تمیز. وای انگار یه جون به جونم اضافه شد. بذارین خوش شما باید بذارین خوش بشه تا برش دارین. ولی خب از اونجایی که من خواستم نتیجه کار رو نشونتون بدم الان داشتش. تادا این هست تمرین امروز، حتما انجام بدین. برای رنگ شناسیتون خیلی خوبه و خیلی هم تمیز انجام میدین. من زیاد تمیز انجام ندادم حقیقتا، ولی خب شما درست و تمیز انجام بدین. همین فعلا این تمرین داشته باشین تا تمرین بعدی هم براتون میذارم. بوس بهتون با دست کثیف.